هم از اونجایی که مونده بودیم از اینجا بود یه بار پلی کنیم حتی افتخار میکنم. خب میام یه نال دیگه اینجا باز میکنیم. خب یه دونه نال رو ایجاد میکنیم. خب بعد نال یک رو بهش متصل میکنیم و این چرخنده رو هم بهش متصل میکنیم. خب یه کیفیرم اینجا میذاریم. یه کیفیرم اینجا میایم پایین. بعد میام بخش سوم همون زوم کیفیرم اینجا و کیفیرم اول. خب زوم میکنیم. بعد میایم پایین زوم میکنیم میایم پایین و خوب اینم میاریم. بعد میایم اینجا اولین و دومی وکتوره به نظرم. خب روی صفحه بزنیم نقطه ایجاد میشه. یه نقطه اینجا یه نقطه هم اینجا. نقطه اولی رو یکم میارم پایین. خب این تا اینجا بمونه. بعد اینم به نال دو متصل میکنیم. خب میام آخر کیفیریم عکسمون رو وارد میکنیم. شروع میکنیم بزرگتر میکنیم و جایگذاری که کردیم یه دایره وارد میکنیم. میام تو افکت ها 3D افکت رو بهش میدیم. بعد 65 خوبه مشکی توسی میکنیم کمرنگتر و میایم میذاریمش زیر پاش. خوبه. بعد میایم میکشیم زیر سوژه. خب الان میایم میذاریم edit points. و میایم پایین تر میکشیم میزنیم اینجا. بعد میایم این ورش رو اینا میزنیم اینجا. اینم از اون سایه که میاد. اینم کم توسی میکنیم کم رنگ میکنیم اینجوری میشه. بعد اینا رو متصل میکنیم به نال رو. اینو میاریم اینجا. بعد بس اینو میایم اد افکت ویپ رو بهش میریم. بعد یه کیفیریم اینجا کیفیریم هم اینجا. بعد میایم گزینه 4 رو 90 درجه میکنیم. استارت گزینه اولو ببخشید 270 میکنیم. 270 که کردیم خب حالا این اینجوری میاد پایین و اینا یکم برتر رفتن. خب جاشو تنظیم میکنیم کم جاش به هم کم هم کوچیکترش میکنیم. آخه الان اوکیه. اینو میاریم اینجا. خب بعد اینجوری میشه. نه بیایم اینجا پسر اینجوری باشه. خب بعد
اینو بهتره بذار اینجوری کنیم. همونطور هم بکنیم. آره رنگشون رو عوض کنم بذار. بهتر شد. خب الان حتی افتخار میکنم نویسیم. حتی افتخار میکنم. بعد سفید بنویسیمش یا میتونیم این آبی کم رنگ میتونی کدشو بردارید با اون همین رو میدم من بزرگش میکنیم یه شادو بهش میدم. یه کمان پررنگ‌تر. بعد میام گزینه تریدی رو میزنم و میخوابونم. بعد هم مایل به این طرف. خوبه. این دایره رو هم یکم بزرگتر میکنم. اینم میارم اینجا و اوکی. بذار اون یکی مفصلشم بگم بعد تمام کنم. بعد اینو همین با نالدو کار داریم. همه اینا رو بازم بهش تصل میکنم. بعد اینجا کیفیرم برای جفتش. خب خوبه. بنویسم اشتباه من. بعد سفید. بعد میام خط فاصله بذارم. خوبه. اینم باید اوکی کنم. بعد اینم میارم تا اینجا. خب تا اینجا باشین. اینم از پارت 2 منتظر پارت 3